چشم انسان یک شاهکار تکاملی است، ساخته شده برای شکار نور، شکل و رنگ. میتواند سریعتر از هر لنز دوربینی فوکوس کند و حتی در تاریکی مطلق تنها یک فوتون نور را تشخیص دهد. شگفت‌انگیز است، نه؟ اما با تمام این توانایی‌ها، بینایی ما محدودتر از چیزی است که فکر می‌کنیم. عقاب‌ها می‌توانند یک خرگوش را از 2 مایل دورتر ببینند. چشمانشان 8 برابر تیزتر از چشم ماست. چیزی که برای ما یک توده تار است، برای آنها تصویر HD روشن و واضح است. میگوی مانتیس؟ آنها فقط رنگ‌ها را نمی‌بینند، بلکه بعدهای رنگ را می‌بینند. نور فرابنفش، نور قطبی شده، یک رنگین کمان فراتر از تصور انسانی. مارها حتی به نور احتیاج ندارند. آنها می‌توانند گرما را احساس کنند. در تاریکی مطلق هر موجود گرم مثل شعله‌ای زنده برایشان می‌درخشد. زنبورها روی گلها مسیرهایی را می‌بینند که با نور فرابنفش کشیده شدند. نقشه‌های نئونی برای رسیدن به شهد. چیزهایی که ما هرگز متوجهشان نمی‌شویم. چیزی که برای ما فقط زیبایی است، برای آنها یعنی بقا. و گربه‌ها چشمانشان می‌تواند نوری را بازتاب دهد که چشم ما هرگز قادر به ذخیره‌اش نیست. آن درخشش عجیب در شب جادو نیست، تکامل است، کامل شدن نگاه شکارچی. پس بله، چشم ما برای تماشای غروب‌ها و آثار هنری عالی است، اما جهانی که می‌بینیم فقط بخش کوچکی از واقعیت است. رنگ‌هایی پنهان وجود دارند، شکل‌هایی نامرئی، واقعیت‌هایی کامل که دور ما پیچیدند و ما نمی‌بینیمشان. شاید سوال اصلی این نباشد که چقدر خوب می‌بینیم، بلکه این باشد که چقدر کوریم.